و هدف ما یک چیز است: تغییر فکری مردم، تغییر فکری جامعه به همون دیدی که ما میخواهیم داشته باشه که در آینده تاجیکستان یک کس با نفوذ خارجی نه یا در داخل وطن ما حکومت بکنه. همون طریقی که امامعلی رحمانوف با تنگ توپش از ازبکستان طرف تاجیکستان گذشت اومد و فردا دیدیم که چیکار کرد، در دوشنبه همه رو به قتل رسوند و پس فردا شد در دوشنبه پرچمش بالا کرد و همه پرچم امامعلی رحمانوف بالا کردن و همین گونه در آینده تاجیکستان صورت نگیره. مثلا فردا یک نفر از همه خارج با نفوذ هر کسی که در تاجیکستان رفت در روش توف کنن. همین طریقی که ایرانی‌ها امروز در داخل وطن خودشون اتحادن، میگه که ما فرق نمیکنه با هر کسی که باشه، همینجا در داخل وطن اتحاد میشیم و نمیگذاریم که کسی به ما حمله کنه. زیاد همه حرف میزنن، البته دور کمتم، ولی ایستادن تا دیدی که هیچ تظاهرات نشید، حمله خارجی را هیچ کس در داخل ایران نپذیرفت و همین گونه من میخوام در تاجیکستان باشه که وقتی که اگر مثال میگیریم در زمانی که قرغیزها به تاجیکستان حمله کردن، ما برنامه داشتیم در همینجا در حرکت سیاسی گروه 24 بود رو من تقریبا زیاد از ما برنامه داشتیم با همین امامعلی رحمانوف اتحاد شیم ولی برام در مقابل دشمنی خارجی بجنگیم. حتی از همین مخالف آدمای پیدا شدن که از قرغیزها پل گرفتن، همین رو میفهمی، از مخالف آدمی پیدا شد که از قرغیز پل گرفت تا اینه که در قطار اونا باشه، چون اونا کمک میکنه بریم تاجیکستان رو بگیریم. فکر میکنی قرغیز دیرش به تاجیک میسوزه و یا که اسرائیلی دیرش به ایرانی میسوزه؟ در بعضی حالات بله سیاست است باید بازی کرد، ولی هیچ وقته ما باید با اون عقیده که قدم خارجی میویه فقط به خاطر ما کار میکنه هیچ امکان نداره. هیچ چیز ما باید مردم ما چیزا باید بخوردار باشه. اگر رحمانوف خوب و بد است باید او خوبی بدیش ما بکشیم. خوب است ما باید خوبیش داشته باشیم، بچه باید بدیش ما داشته باشیم، بیرونش کردنی باشیم باید ما بیرونش کنیم، موندنش باشیم باید ما موندنش باشیم. هیچ کشور و هیچ حکومت دیگری نباید دخالت کنه در امور ما. اگر زورمون میرسه 10 میلیون بکنیم، اگر زورمون نمیرسه هیچ وقتی با حکومت خارجی نباید این کارو بکنیم. هدف من از برنامه همین است که در آینده من با نبینم که یک حکومت دیگه به زور یک حکومت خارجی دیگر بیا با 20 سالگی در مقابل حکومت است. این هدف من این همین است که مردم و بیننده من فکرش اندیشش آزاد باشه. هدف شما همین است که خلق هر روز بیدار کردن در کار خلق خمون بود پرابلم خمون در بین خمون در دوری وطن خمون رشد کنیم. تمام دیگه اگه مثلا در خونه است. بله ما در یک آدم دیگه در دیگه آدم اومد و دیگه مثلا ادالژن میکنه بود پرابلم بسیار میشه. فهمیدی دیگه любой دولتی که کم ترک مثلا اکونومی سیلنی باشه، مثلا اپوزیسیا سیلنی باشه می یاردان میکنه بعد مشکلی مثلا بعد چون تمام بسیار میشه. این سیاست وزیر همین خلای ما هدف ما و شما چی هستیم؟ ما باید خلق بیدار کنیم، خلق جمع شود، پرابلم خونه در بین خون مشکلیمون خون حل کنیم. یک مثال یک دولت دیگه مثلا یک دولتی چیکار بگم دلپر یا دولت آزاد یا دولتی که باشه که خلق رضا باشه. برای خلق ما خوای، خلق ما ترسونچکای، خلق ما سیاست نداره، خلق ما عقبشینه، خلق ما که رفتم میگیرید نمیدونم چی گپ میشه. تو که هر برنامه شما بیدار کردن یک ملت ما یک توجیک یک اپا خوار فر نداره. قدری که سیاست هم قدر بسیار رفتم میگه ان شاء الله کسی بیدار میشه میفهمه میخونه نه که خلق ما خوب است مشکلی در سر خلق توجیک همین خیلی بسیاره که با همین توقعات کرده برده است. نمیگه سیاستش слабый значит میترسه نمیدونم ترسونچکش بسیاره. برای من با ترسیقتی یگون کار کرده نمیشه. یگون کار کرده тем более که همین روز وقت زد شما прекрасно میفهمید میدونید کار ما проблема ما خمونای проблема بحد وزبین خمونای ما باید همین یک شده یک муж شده خسته требует калана по-хорошему по-плохому тогда мы अगर безе бам мисол создавать کنیم بخزیم انقلاب безе کنیم проблема خمونای برای چی дальше ما خمون جواب داده میتونیم بین ملت خمون بین مخالفان فهمیدید دیگه دولت بیا اگر تر مثال یاردم کنه سرا متهم میشه بود ادالژن کلا بود چی و خیلی دیگه میشه فهمیدید. ما میفهمید سیاستو کار کرده استن هر روز مثال چی میفهمیم گوش میخونیم میدونیم پروسه خلق خوبه 10 میلیون لاتنا 2 میلیون جوانان توجیک خواره با هم خوبن ترسونچک زولimi انتریچка بگم چوپلوس شده رفتیم من نمیدونم وای وطن دوستان وای کی چوپلوس شدگان چی شدگان من هیچ نمیفهمم.